салом. Дар 15 дақиқаи дигар бо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон шуморо аз студияи марказии радиои Озодӣ ошно мекунем. Имрӯз 12 декабр аст ва ин мавзӯъҳоро дорем. мухобироти арзон аз байн меравад. хадамоти алоқа аз ширкатҳои мобилӣ талаб кардааст ки дастрасӣ ба NGN ва барномаҳои паёмрасон назири Вайберу Имо ва WhatsApp-ро маҳдуд кунанд. тағйироти кадрӣ. раиси идораи корҳои дохилии шаҳри Душанбе ва чанд фармондаи мақомоти корҳои дохилӣ дар Тоҷикистон табдил шуданд. бурду бохт аз узвият ва ё Созмони ҷаҳонии тиҷорат бо гузашти 5 сол кадом мушкилоти Тоҷикистонро ҳал кард? Членство в ВТО не гарантирует ничего. عضو سازمان جهانی تجارت شدن کشور هیچ چیز را کفالت نمی‌دهد. این به معنای نیست که از آسمان پول می‌ریزد و کشور در یک مدت تمام مشکلاتش را حل می‌کند. طبق خبری که همین حالا به دست ما رسید، امروز دادگاه ولایت مسکو قرار اخراج کرامت شریپов رهبر جنبش مهاجران تاجیک در روسیه را به تغییر باقی گذاشت. قبلا دادگاه لوبرتسکی شهر مسکو حکم اخراج شریپов را صادر کرده بود. او به نقض مقررات بودباش در روسیه متهم است. تفصیلات خبر را در سامانه ما به همین زودی ها می توانید پیدا کنید. احتمالاً در توجیکستان دسترسی به شبکه علاقه NGN و پیامرسان‌های مسنجر محدود می شود. طبق اطلاع رسیده در این باره رهبر خدمات علاقه به شرکت‌های موبیلی دستور داده است. چون این تصمیم امکان مخابرات آزاد و ارزان شهروندان توجیکستان را در داخل و خارج کشور از بین میبرد. خدمات علاقه این اقدام را به خاطر امنیت معنیداد میکند، اما کارشناسان در صحبت با همکاران ما گفتند که احتمال تشبوس مذکور برای به دست آوردن منفعت مالی گرفته شده است. خدمات علاقه تاجیکستان به شرکت‌های موبیلی و شرکت‌های فراهم‌کننده خدمات اینترنت دستور داده است که راه‌های قطعی دسترسی ساکنان به خدمات علاقه مسنجرها نظیر وایبر، واتساپ، تلگرام و NGN را بررسی کنند. به این دلیل احتمال دارد در زودترین فرصت ساکنان از استفاده این نمود علاقه محروم شوند. این در حالی است که حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک با خویشاوندان و دوستانشان در تاجیکستان اساساً توسط این نوع علاقه در تماس می شوند. خطر از دست دادن امکانیت تماس شهروندان تاجیکستان با خویشاوندان و دوستانشان در خارج از کشور میلیون ها ساکنان تاجیکستان را نگران کرده است. بهزاد فیض‌الله‌یف رهبر شرکت موبیلی و ویلان 12 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا در جلسه خدمات علاقه تاجیکستان به آنها دستور دادند که به خاطر تامین مسائل امنیت در تاجیکستان راه‌های قطع دسترسی ساکنان به این نوع علاقه بررسی کرده شود. یعنی چخیل قطع کردنش بینن یا چیه؟ برای به خطر گفتن. یعنی همه خیل دستور شد واقعا. دستور چی؟ یعنی سپاری شد که همینه آموخته. نه خیر آموخته شود فقط. ولی امکانش هست همینه؟ نه بسیار دشوار براتر. خدمات علاقه تاجیکستان در نوبت خود اصلا دادن چنین دستور را از سوی راهبران این نهاد رد میکنند. در همین حال نحوه علاقه مسنجری و NGN در تاجیکستان مشتری زیاد دارد و تعداد آنها بیش از 1 میلیون نفر ارزیابی می شود. بیشتر از این افراد مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه و کشورهای دیگری خارجی می باشند. شرکت های موبیلی نظیر واویلان، سل، بیلاین، استرا و اینترکام مشغول ارائه خدمات علاقه NGN در تاجیکستان می باشند. صاحب نظران میگویند که این تصمیم خدمات علاقه تاجیکستان غیر قانونی است و تنها به خاطر مونوپول در بازار علاقه تاجیکستان روی دست گرفته شده است.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. امروز 12 دکبر امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در مقامات کارهای داخلی و دادگاهی کشور تغییرات وارد کرد. به همین ترتیب در موافقه با رئیس جمهور گنرال شریف نظرزاده رهبری اداره امور داخلی شهر دوشنبه تعیین شد. نظرزاده تا این دم سرداری ریاست امور داخلی ولایت سوغد بود و در مقام نو فاتح قنقرودزاده را عوض نمود. همچنین سرداران ریاست کارهای داخلی در ولایت مختار بدخشان و چندین ناحیه‌های ولایت سوغد و ختلان و نورآباد و فیض‌آباد دیگر شدند. در همین حال با قرار حکومت خسرو بابازاده از مقام فرمانده نیروهای داخلی وزارت کارهای داخلی آزاد شده، به جای او سهراب رؤوفوف آمده است. تاجیکستان سال 2012 به سازمان جهانی تجارت وارد شد. مقامات تاجیک قبل از شامل شدن به این سازمان انتظار داشتند که عضویت در آن در بازارهای جهانی را برای مال و محصولات تاجیک باز می‌کند و سرمایه مبلغ‌گذاران خارجی به کشور سرازیر می‌شود. با گذشت 5 سال می‌توان نتیجه گیری کرد که تا کجا امیدواری‌های تاجیکستان از این سازمان عملی گشته است. عبدالله اشرف موضوع را تحلیل کرد. سازمان جهانی سودا از تاجیکستان طلب کرده است که باج گمرکی را برای واردات هواپیماهای ملکی بیکار کند. تاجیکستان زمان پیوستن به این سازمان در قطار دیگر عهده‌داری‌ها در نزد کشورهای این سازمان وعده سپرده بود که باج گمرکی واردات هواپیماهای ملکی و قسم‌های احتیاطی آن را بیکار می‌کند. حالا تاجیکستان هنگام وارد کردن هواپیماها 18% انداز می‌ستاند. این طلب سازمان جهانی سودا در حالی است که از پیوستن تاجیکستان به این سازمان 5 سال سپری شد. در یک همایش در شهر دوشنبه سود و زیان کشور از پیوستن به این سازمان بررسی شد. برخی از شرکتداران گفتند در این مدت هیچ سود از پیوستن کشور به این سازمان احساس نمی شود. اما کارشناسان این سازمان میگویند تنها با پیوستن به سازمان جهانی سودا نتیجه به دست نمی آید تا زمانی که خود کشور تلاش نکند. Членство в ВТО не гарантирует ничего. عضو سازمان جهانی تجارت شدن کشور هیچ چیز را کفالت نمی دهد. این به معنای نیست که از آسمان پول می ریزد و کشور در یک مدت تمام مشکلاتش را حل می کند. برعکس، با پیوست شدن به سازمان جهانی تجارت کشور به خود عهده‌داری می گیرد و شروع از این زمان کار عملی برای صادرات مال از کشور و سود برداشتن از قاعده های این سازمان شروع می شود. در این همایش گفته شد که پس از 11 سال تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی سودا و 5 سال عضویت در آن، جمهوری از امتیاز چشمرسه برخوردار نشد. در بازارهای کشورهای اروپایی، روسیه و دیگر دولت‌های عضو این سازمان هنوز برای محصولات صادراتی کشور، خاصتا مال و محصولات کشاورزی بسته است. مقامات میگویند که از پیوستن کشور به سازمان جهانی تجارت چیزی حاصل نشد. برای به دست آمدن نتیجه کار کردن ضرور است. سازمان جهانی تجارت تنها امکانیت‌های یکسان را برای همه کشورها فراهم می‌آورد که مال و کالاهایشان را در بازار یکدیگر بفروشند. دستاورد را سازمان جهانی تجارت نمی‌دهد، بلکه خود با استفاده از امکانات این سازمان تلاش می‌کند وضع اقتصادی را بهتر نماید. در ماه دکبر سال 2012 تاجیکستان 159مین عضو سازمان جهانی سودا پذیرفته شد. کشور ماه می سال 2001 درخواست عضویت به سازمان جهانی سودا را کرده بود و پس از مذاکرات 11 ساله به این سازمان پیوست. Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی دو سازمان عمومی حقوق انسان از بازداشت خیرالله میرسیدوف خبرنگار مستقل و رهبر تیم وزیر جوابان یوکوین تاجیکستان شدیداً نگرانی کردند. استیو سویردلوف پژوهشگر سازمان Human Rights Watch روز 11 دکبر از مقامات تاجیکستان خواست که به حق میرسیدوف احترام گذارند. خیرالله میرسیدوف که با ژورنالیستی شناخته و مورد احترام است، ظاهراً آخرین قربانی تعقیب صدای انتقادی از حکومت است. حکومت تاجیکستان باید حقوق میرسیدوف را در بازداشت احترام کند، از جمله در مقابل او به بدرفتاری راه ندهد و از اقدام کار گیرد که رهاییش را کفالت بدهد. خیرالله میرسیدوف روز 5 دکبر امسال بعد حاضر شدن به دادستانی ولایت سوغد دستگیر شد. مقامات او را با اسرافکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، ساخته‌کاری و رساندن خبری بر دروغ متهم دانستند. برنامه را ادامه می‌دهیم. آخر ماه گذشته گنرال سلابادان پرالیاک در جریان محاکمه‌اش در دادگاه جنایت‌های حربی یوگسلاویای سابق به نشان اعتراض زهر خورد. هنگام ارائه حکم پرالیاک چنین گفت:
додразҳои муҳтарам, Слободан Праляк ҷинояткори ҳарбӣ нест. Ман ба ҳукми шумо нафрат дорам. Праляк даро ба шифохона ҷон дод. Дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Югославияи собиқ Праляк яке аз пешвоёни ҷумҳурии хорватҳо буд ки баъди фурӯпошии Югославия муддате ба номи ҷумҳурии Герцог Босния маъруф буд. раиси бахши русии радиои озодӣ Андрей Шари дар солҳои ҷанги шаҳрвандии Югославияи собиқ дар минтақа кор мекард ва генерал Пралякро шахсан мешинохт. Ман аз ӯ пурсидам ки чаро Праляк худро аз ин тариқ ба марг маҳкум намуд. این سوالی مشکل است. بیشتر مسئله روانی است نه حقوقی و سیاسی. من سال 1993 زمان جنگ بوسنیا با پرالیاک ملاقات داشتم. وی آن وقت رهبر استاد گنرالی در شورای دفاعی خرواتیا بود. آنها در اول مقابل سربها و بعداً بر ضد مسلمان‌های بوسنیا می جنگیدند. پرالیاک نظامی کسبی نبود. در گذشته چون کارگردان تئاتر فعالیت میکرد، اما او را نیز در یوگسلاویای سابق جنگ خروات‌ها با سربها در خرواتیا و بعداً درگیری در بوسنیا در کنار نگذاشت و به صف ارتش جلب کرد. وی نخست واحد نظامی را از حساب زیاییان تشکیل کرد که به مقابل سربها جنگیدند. بعداً پیراهی جنگ او را به بوسنیا کشاند، چون خودش زاده آن کشور است و در آنجا مدت نیم سال نیروهای خروات‌ها را رهبری میکرد. در مدت فرماندهی او جنایت‌های نظامی چشمگیر صادر شدند و او همچون فرمانده برای این جنایت‌ها مسئولیت دارد. یعنی گپ سر این است که اگر گنرال پالکوونیک یا مایور می‌دانست که در منطقه تحت مسئولیتش جنایت نظامی صادر شده و برای پیشگیری از آن چاره ندیده است یا عاملان آن را جزا نداده است، او در جریان تفتیشاتی دادگاه گاگا مقام متهم را می‌گیرد. باید گفت که در تجربه بین المللی دادگاه گاگا مرافعه فرماندهان و سیاستمداران خروتی یکی از مشکل ترین و مرکب ترین محسوب می یابد. محاکمه دادگاهی آنها بیش از 10 سال ادامه کرد. پرالیاک سال 2004 بازداشت شد. او عملا از 2 حصه مهلت جزایش را پشت سر کرد، چون که حکمش 2013 صادر شده بود و او را به 20 سال زندان محکوم کردند. وقتی با او صحبت داشتم برایم آدمی کشاده چهره و مهمان نواز نمود. از چخوف و داستایوفسکی اقتباس می آورد. به سوالهای من پاسخ دقیق نمیداد و اساساً درباره ایدئال‌های مقاومت ملی، حمایت اهالی آسایشته حرف میزد. پرالیاک را برای صادر کردن فرمان تخریب یک پل در قرن 16 بنیاد شده در شهر ماستر در سال 1993 ایبدار کرده بودند، ولی اثباتش را نیافت. این پل رسا بعد از یک ماه ملاقات من با پرالیاک تخریب کرده شد و این اتهام را رد میکرد و دادگاه گاگا نیز نتوانست گناه گنرال را در این جنایت ثابت کند. ظاهراً پرالیاک خود را آدمی بیگناه می‌سازد که از وطنش دفاع می‌کرد. Но тем не менее ответственность его за этот эпизод не доказали. Но Праляк считал очевидно себя человеком невиновным, защищавшим свою родину. Ну, вы знаете, что я не думаю. نه من فکر نمی‌کنم. او 72 سال داشت و خود را در سال 2004 اختیاری به دادگاه گاگا تسلیم کرد. 13 سال را در پشت پنجره گذراند. من درباره دادگاه گاگا کتاب نوشتم و تلاش کردم از لحاظ روانی این افراد را که در آنجا نگهداری میشوند بیاموزم. البته میتوانم گویم که در آن محیط وضع روانی تغییر می‌یابد و ویران میشود. پرالیاک خود را مبارز خروات‌های بوسنیایی می‌حسابید در جریان مرافعه زهر نوشید. او میبایست 7 سال دیگر را در زندان می‌گذراند و میتوانست این مهلت را نیز پس سر کند، اما شرف افسریش بالا گرفت و دست به این عمل زد. جالب این است که واکنش به هلاکت پرالیاک یک رنگ نبود. بعضی هم میگفتند که او نسبت به خود حکم قتل را روا دیده و خودش آن را به اجرا درآورد. بعضی دیگر میگفتند که او قهرمان خروتی است و در حضور مردم زیاد با تنتنه به خاک سپاریدند. برای خروت این حادثه نه از لحاظ خودکشی فرد متهم مهم بود، بلکه برای نخستین بار در سطح قانونگذاری مسئله پشتیبانی حکومت خروتی از خروات‌های بوسنیایی هنگام نزاع رو زد. اسم پرزیدنت داور توجمن نام برده شد که عملاً عملیات نظامی را رهبری میکرد. خرواتیا دایم این ادعا را رد میکرد، اما نفرانی که این نزاع را پژوهش کردند میگویند که مقامات خرواتیا به این مقاومت تاثیرگذار بود. منبع‌های من از دادگاه گاگا گفتند که نسبت به توجمن نیز باید عیب اعلام میکردند، اما او به فرق از پرالیاک در جای خوابش درگذشت. در هر حالت این یک صحنه فاجعه‌ای و مؤثر نهایی در فعالیت دادگاه جنایت‌های حربی یوگسلاویای سابق است. Заканчивается, когда похоронен последний солдат, наказан последний преступник. Спасибо огромное за столь интересную беседу. Спасибо вам.
یادآور میشم که در صحبت با ما قرار داشتند رهبر بخش روسیه رادیو آزادی اندری شریف. برنامه ما انجام یافت. برای پیدا کردن خبر و گزارش‌های بیشتر با سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی بروید www.azadi.org. صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال است و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد. از همراهیتان سپاسگزاریم. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهدار هر یکتان.